سوره بقره آیه 275 و 276 این دوتا آیه داره اثر منفی ربا رو مطرح میکنه. داره در واقع میگه ربا تو جامعه چه تأثیری داره به مردم فلسفه حرمت ربا رو میده. این دو آیه رو بخونم. الذین یأکلون الربا، اینایی که تو زندگیشون ربا میخورن، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. میدونید بعضیا تو زندگی دچار یه بیماری هایی میشن، جنون میگیرن، حرجی برش نیست چون تعقل نداره، چیزی رو درک نمیکنه. در گذشته این فکر میکردن مثلا کسی که اینطور میشه شیطان او رو مسش کرده یا لمسش کرده یا جن زده شده به قول خودمون. اما این فرهنگی بود که در اون زمان عده‌ای معتقد بودن. قرآن میفرماید اگر کسی اهل ربا باشه مثل این آدمیه که اونا میگفتن، اون زمان میگفتن یتخبطه الشیطان من المس، شیطان زده شده، جن زده شده. یعنی مثل یه آدم مجنونه، مثل یه آدم دیوانه است، مثل یه آدم بیعقله. در واقع این آیه میگه اونایی که ربا میخورن عقل ندارن، خرد ندارن، نمیفهمن، درک ندارن. حالا یا منظور اینه یا نه، واقعا این آیه داره یه حقیقتی رو بیان میکنه. رباخوار تابع شیطانه. یتخبطه الشیطان، شیطان عقلش رو برده، به جای اینکه بره کار کنه، تلاش کنه، کارآفرینی کنه، از مردم بیچاره ربا میگیره، مردم به فقر میکشه. اینم شاید معنای بهتری باشه. الذین یأکلون الربا، اونایی که ربا میخورن، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینا پیرو شیطانن، مرید شیطانن، شیطان خبطشون کرده، شیطان عقلشون رو برده. چرا؟ علتش هم اینه. اینا میگن خب ربا هم یه کاسبیه دیگه، مگه شما کاسبی نمی کنین؟ طرف 10 کیلو میوه میاره میفروشه تا شب، سود میکنه. خب منم پول میدم به دیگران، کارشون رو راه میندازم، سود میگیرم، چه فرقی میکنه؟ کاره. ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، میگن کاسبی هم مثل رباست. طرف میوه میفروشه، پارچه میفروشه، برنج میفروشه، ما هم پول به دیگران میدیم، کارشون رو راه میندازیم دیگه. خدا میفرماید این حرفا نزنید. کاسبی برکت داره، کاسبی خدا حلالش کرده، کاسبی کارآفرینیه، تلاشی میکنی، شما میوه دست مردم میدی. اما این ربا کاسبیه، شما پول به دیگری بدی، خونش رو شیشه کنی، اضافه بگیری. احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حلال کرده اما ربا رو حرام کرده.